میدونید اوج غربت مهدی فاطمه کجاست؟ اونجا که ما منتظراشم هر وقت یادش میکنیم به خاطر مشکلات خودمون. ماها امام زمان رو میخوایم واسه چی؟ واسه حوایج خودمون. هر وقت درد داشتیم، هر وقت گرفتاری داشتیم، یادمون میفته که امام زمانی هم داریم. هر وقت کارمون گیره به فکر امام زمان میفتیم. تو خوشیامون امام زمان کجاست؟ خیلیامون وقتی واسه ظهور دعا میکنیم که بیاد فقط مشکلات ما رو حل کنه. خود آقا اصلا موضوعیت نداره، کسی به یادش نیست. این یعنی چی؟ یعنی اگر کسی دیگه بیا زندگیمون آباد کنه، دنیامونو بسازه، اصلا برامون فرقی نداره امام زمانی باشه یا نباشه. اصلا به تنهایی آقا فکر نمی کنیم. آره عزیز من، زمانی ظهور اتفاق میفته که ما آقا رو واسه خودش بخوایم، نه واسه خودمون.